سرخط خبرها. دیدار وزیر امور خارجه با نماینده ویژه نروژ درباره موضوعات سیاسی و منطقه‌ای. امضای قرارداد با ارزش بیش از 10 میلیون دلار به منظور تقویت و گسترش خدمات صحی در ولایت پکتیا. و تجارت محور اصلی دیدار ترامپ با رئیس جمهور چین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت شما بخیر بینندگان گرامی. به خبرهای امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روز خوش آمدید. امروز چهارشنبه 23 ماه سور سال روان هجری خورشیدی است. اکنون توجه کنید به مشروع خبرها. مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه در دیدار با بیرون هانسن نماینده ویژه جدید برای افغانستان درباره موضوعات سیاسی و منطقه‌ای گفتگو کرده است. در این دیدار آقای هانسن گفته است که نروژ با افغانستان رابطه تاریخی دارد و همواره تلاش کرده تا در ثبات افغانستان نقش سازنده ایفا کند. وی افزوده است که در افغانستان در بخش‌های امنیت، مبارزه با مواد مخدر و برخی عرصه‌های دیگر دستاوردهای قابل توجهی به دست آمده و نیاز است با عادی شدن روابط با جامعه جهانی زمینه همکاری‌های بیشتر فراهم شود. همچنین مولوی امیرخان متقی گفته است که باید از ثبات به وجود آمده در افغانستان استفاده شود تا پیشرفت‌های ایجاد شده از سوی حکومت افغانستان سبب گسترش بیشتر همکاری‌ها گردد. وزارت صحت عامه اعلام کرده است که به منظور تقویت و گسترش خدمات صحی در ولایت پکتیا قرارداد با ارزش بیش از 10 میلیون و 349 هزار دلار را به مؤسسه هلت نت تی پی او امضا کرده است. این قرارداد برای مدت یک سال به امضا رسیده و هدف آن بهبود کیفیت خدمات صحی، افزایش دسترسی مردم به خدمات درمانی و کاهش مشکلات صحی عنوان شده است. به گفته وزارت صحت عامه با تطبیق این پروژه باشندگان پکتیا از خدمات اساسی صحی بهره مند شده و برای 1538 تن نیز زمینه کار در بخش صحی فراهم خواهد شد. وزارت امر بالمعروف نهی از منکر و سمع شکایات اعلام کرده است که 35 زن را از خشونت‌های خانوادگی و محرومیت از حقوق شرعی در ولایت‌های پکتیکا، زابل، تخار، بغلان، فاریاب، ننگرهار و خوست نجات دادند. به گفته این وزارت این زنان با مشکلات چون عدم پرداخت نفقه، خشونت‌های روحی و فیزیکی و سایر رفتارهای ناپسند روبرو بودند که پس از پیگیری متسبین به حقوق شرعیشان دست یافتند. و خبر آخر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از سفر به چین به خبرنگاران گفت که دیدارش با شی جین پینگ رئیس جمهور چین عمدتاً بر تجارت متمرکز خواهد بود. ترامپ افزوده اگرچه موضوع ایران در دیدار با شی جین پینگ در اولویت نخواهد بود، اما گفتگوی مفصلی با او در این مورد خواهد داشت. اما ترامپ در سخنان خود هشدار داد که با ایران معامله خواهد کرد یا این کشور به شدت مجازات خواهد شد. بینندگان گرامی، این بود خبرهای امروز که تقدیمتان شده است. توجه و همراهی شما جهان سپاس. خداوند یار و یاور شما.